وزیر خارجه پاکستان گفته تلاش‌ها برای ایجاد اعتماد میان اسلام آباد و واشنگتن جریان دارد. خواجه محمد آصف در حاشیه نشست دوجانبه میان اسلام آباد و واشنگتن دوشنبه به خبرنگاران گفت که حتی امروز هم فضای بی‌اعتمادی موجود است، اما او افزود که در برخی از مسائل تفاهم وجود دارد. من تقریبا با اطمینان گفته می توانم که راه همکاری با امریکا صاف است در مورد کنترل سرحدات، برگشت مهاجران و همچنین در مورد مسائل بزرگ مثل موقف پاکستان در برابر پناهگاه‌های امن در افغانستان و پناهگاه‌های تندروان در پاکستان همکاری گسترده موجود است. با دنبال اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در ماه آگوست امسال، روابط میان اسلام آباد و واشنگتن تیره‌تر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اسلام آباد را به پناه دادن به گروه‌های تروریستی متهم کرد که آمریکا با آنان می‌جنگد. اسلام آباد اما این اتهام‌ها را رد کرده.